خزعبلات. ما گفتیم نمک آویزان کردن تو مغازه جلو در خونه که مثلا جلوگیری بکنه از چشم زخم، این یک نوع خرافه هست. چرا شخص میاد تو مغازه نعل اسب نصب میکنه که به فکر و ذهن خودش رزق و روزی و خیر و برکت بیاد تو؟ اینا همه خرافه هست. من به یاد این شعر سعدی افتادم که کار رو تمام میکنه. حکایتی داره از یک روستایی که خرش سقط میشه و کله اون خر رو آویزان میکنه تو باغش که مثلا چشم بد به اون باغ نرسه. حکایت خیلی هاست. یک روستایی سقط شد خرش، علم کرد بر تاک بستان سرش. جهان دید پیری برو برگذشت، چنین گفت خندان به ناطور دشت. مپندار جان پدر کین حمار، کند دفع چشم بد از کشتزار. که این دفع چوب از سر و گوش خیش، نمی کرد تا مردوریش.